از امسال آزمون ورودی خیلی از دانشگاه‌های روسیه دوباره یکی یکی داره حضوری میشه و این مشکلات خیلی زیادی رو برای بچه‌هایی که تو ایرانن و میخوان بیان روسیه تحصیل بکنن به وجود میاره. چرا این اتفاق افتاده؟ چه مشکلاتی پیش میاد؟ و اینکه اهمیت دوره پادفک چرا بیشتر شده؟ توی ادامه ویدیو برات توضیح میدم. پریویت دروزیا، سلام دوستان، به کانال یوتیوب دکتر شروین خوش اومدید. همونطوری که قبلا تو خیلی از ویدیوها توضیح دادم، قبل از اینکه کرونا اتفاق بیفته آزمون ورودی دانشگاه‌های روسیه تقریبا همشون حضوری بوده. یعنی قبلا اصلا چنین آپشنی وجود نداشته که شما بیای به صورت آنلاین شرکت بکنی توی آزمون ورودی، پذیرش بگیری، بعد بیای تازه روسیه تحصیل بکنی. قبلا کسی که می‌خواست بیاد اینجا تحصیل بکنه دوره خود ما، شما اول باید پذیرش دوره پادفک می‌گرفتی، میومدی توی روسیه، پادفک رو میگذروندی و بعداً وارد دانشگاه میشدی. یعنی آزمون ورودی میدادی توی دانشگاهی که می‌خواستی قبول بشی، چه برای بچه‌ای که می‌خواستن به انگلیسی تحصیل بکنن و چه بچه‌ای که می‌خواستن به روسی تحصیل بکنن. خب زمانی که کرونا اتفاق افتاد، به خاطر اینکه بچه‌ها خیلی هاشون توی کشورهای خودشون بودن، دانشجویان خارجی، و نمیتونستن عملاً به خاطر پروتکل‌هایی که بودش سفر بکنن بیان اینجا حضور داشته باشن برای آزمون‌های ورودی، دانشگاه‌های کشور روسیه برای اینکه آمار پذیرش دانشجوهاشون ریزش نکنه و بتونن همچنان دانشجو خارجی جذب بکنن، اومدن یکی یکی آزمون آنلاین گذاشتن. برای این آزمون‌های آنلاین، برای اینکه همچنان سطح کیفیت حفظ بشه، برای اینکه همچنان عدالت برقرار بشه و خب تقلب کم بشه، اینا اومدن یه سری تدابیری هم انجام دادن. مثلا چند تا دوربین گذاشتن برای بچه‌هایی که می‌خواستن امتحان بدن، یه سری کارها که بتونن جلوی تقلب رو بگیرن. به هر حال بازم تقلب صورت میگرفت و خیلی‌ها استاد میگرفتن و اتفاقات مختلف. الان که دیگه دوره پاندمی تموم شده و خب رفت آمد دانشجوها هم هیچ مشکلی نداره، دوباره دارن دانشگاه‌های روسیه یکی یکی آزمون‌های ورودیشون رو حضوری میکنن. کدوماشون؟ مثال میزنیم. از بین دانشگاه‌های مورد تایید ایران، امسال دانشگاه فدرال کازان آزمونش حضوری. دانشگاه پاولوف که خیلی هم دانشگاه معروفی از بین دانشگاه‌های مورد تایید ایران، اینها چون معمولاً چند تا مرحله آزمون میذارن برای بچه‌هایی که نرسیدن توی مراحل قبل شرکت بکنن، الان امسال دانشگاه پاولوف فقط یک مرحله از کل مراحلی که آزمون میگیره رو آنلاین گذاشته برای بچه‌ای که خارج از روسیه هستن که بتونن شرکت بکنن و بقیه اون مراحلی که میخواد امتحان بگیره حضوری. و این رو هم باید بدونید که دانشجویانی که تو مراحل حضوری شرکت میکنن که خب از نظر زمانی هم زودتر اتفاق میفته، اینها معمولا شانس قبولیشون بیشتره و تقریبا ظرفیت ها رو این بچه‌ها پر میکنن و دیگه اون بچه‌ای که تو مرحله آخر میخوان آزمون آنلاین بدن، اینا شانسشون به صورت قابل توجهی پایین میاد. از بین دانشگاه‌های غیر تایید هم دانشگاهی مثل مچنیکوف امسال کلا آزمون ورودیش رو حضوری کرده به صورت شفاهی و کتبی و این روند ادامه خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه آزمون حضوری اول اینکه شانس تقلب توش پایین‌تره و به این شکل سطح آزمون دانشگاه بالا میره. آمار شکایاتی که هستش، بعدن دانشجویانی که امتیازشون کم میشه، نمره کم میگیرن، میگن فلانی تقلب کرده، آنلاین بوده، اینترنت هم وصل نمیشده و همه این دردسرها کم میشه، چون وقتی همه میرن حضوری امتحان میدن آمار شکایت هم قطعا پایین‌تر میاد. و ضمن اینکه آزمون حضوری همیشه اعتبار بیشتری داره. شما اگه دقت بکنید همه کشورهای دیگه هم تقریبا آزمون‌های ورودی دانشگاه‌هاشون کشورهای معتبر حضوریه. به صورت مثال شما اگر بخواید ایتالیا رو در نظر بگیرید، درسته که شما حتما نباید برای ورود به دانشگاه ایتالیا برید توی خود ایتالیا امتحان بدید، اما آزمون آیمتی که هست برای ورودی به شاخه‌های پزشکی، شما باید حضوری این امتحان رو بدید توی اون شعبی که مورد تایید کشور ایتالیا هست، مثل آزمون زبان آیلتس که خب یک سری حوزه‌های مورد تایید داره. شما برای مثلا آیمت ایتالیا هم باید حضوری برید، یا برای آزمون‌های معادل سازی مدرک خیلی از کشورها مثل کانادا، مثل آمریکا، شما باید حضوری برید امتحان بدید. خب به همین دلیل دانشگاه‌های روسیه اومدن و دوباره دارن به اون روند سابقشون برمیگردن. دیگه الان دانشجوهای خارجی بهونه خاصی ندارن و میتونن بیان حضوری تو آزمون شرکت کنن.
اما بخش دوم خیلی خیلی مهم این ویدیو در مورد دوره پادفک هست. من این مدت خیلی زیاد دیدم و خیلی هم بهم گفتن توی گروه هایی که تشکیل میشه توی تلگرام و غیره، بچه ها عضو میشن و همدیگه راهنمایی بکنن، به عنوان مثال سوال جوابای همدیگه رو جواب بدن. توی گروه های کشور روسیه خیلی باب شده این چند وقت که یه سری افراد با اطلاعات محدود و پایین میان بچه ها رو گمراه میکنن. خیلی از اینها اومدن، الان دانشجوهای زیادی رو من باشون سر و کار دارم که میان به من میگن تحقیق کردم، میگن دوره پادفک لازم نیست، میخوام مستقیم ورودی بگیرم. این دانشجویانی که این افرادی که اومدن بچه ها رو گمراه کردن و گفتن دوره پادفک لازم نیستش، اصلا چرا میخوای وقت تو هزینه تو هدر بدی پادفک بخونی، بیا ورودی انگلیسی بگیر. نمیدونم حتی برای بچه‌ها که میخواستن به روسی تحصیل بکنن بهشون گفتن که دوره پادفک ضروری نیست و شما بیاید توی ایران خودتون برید کلاس زبان روسی یاد بگیرید، مستقیم بیاید میتونید اینجا تحصیل بکنید. من در مورد دوره پادفک و اینکه اصلا دوره پادفک چیه توی ویدیویی که لینکشو بالای صفحه میذارم کامل توضیح دادم. به صورت خیلی خلاصه هم بخوام برای بچه‌ها که نمیدونم بگم، دوره پادفک مثل یک دوره کالج هستش که شما توی این دوره بهتون زبان روسی یاد میدن و دروس زیست و شیمی کار میکنن برای بچهای شاخه‌های پزشکی که بتونن ورودی بگیرن، آماده بشن برای تحصیل تو دانشگاه. یه چیزی مثل پیش دانشگاهی میمونه. برای بچه‌ها که بخوام وارد شاخه‌های دیگه بشن هم خب دروس خاص اون رشته مثل ریاضی یا فیزیک هم ممکنه تو دوره پادفکشون باشه. مسئله‌ای که هست اینه، شما دوره پادفک رو ممکنه خیلی از دانشگاه‌هایی که بخواید وارد بشید ازتون به اجبار نخوان که مدرکش رو بهشون بدید. اما من همچنان دارم تأکید میکنم که دوره پادفک همیشه مهم بوده و الان خیلی از پیش هم مهمتر شده. امسال خیلی از بچه‌ها چون نیومدن به حرف این افراد گوش کردن، نیومدن پادفک بخونن، توی روسیه نیستن و نمیتونن آزمون حضوری شرکت بکنن و خب شانساشون رو برای خیلی از دانشگاه‌ها از دست میدن. بچه‌ها شما برای اینکه بخوای آزمون حضوری بدی باید توی کشور روسیه باشی. آزمون حضوری روسیه مثل آیمت ایتالیا نیست جاهای دیگه برگزار بشه و هنوز براش همچین تدابیری اینها نیندیشیدند و پیدا نکردن که بیان تو کشورهای دیگه شعبه بذارن که بچه‌ها برن اونجا امتحان بدن. پس بچه دانشجویی که نیومده پادفک بخونه الان توی ایرانه، عملاً شانسشو برای خیلی از دانشگاه‌ها امسال از دست داده. شاید بگید خب میتونه پذیرش دانشگاه‌ها برای رشته انگلیسی رو بگیره، یعنی تحصیل به زبان انگلیسی. در مورد تحصیل به زبان انگلیسی و اینکه چرا توی روسیه تحصیل به زبان انگلیسی رو من اصلا پیشنهاد نمی‌کنم و توصیه نمی‌کنم، اونم یه ویدیو کامل قرار گرفته، میتونید برید اونو ببینید خودتون متوجه بشید که چرا من توصیه‌ام اینه بچه‌ای که میخوان بیان روسیه به زبان روسی تحصیل بکنن به جای اینکه برن به انگلیسی درس بخونن. پس بخوام جمع‌بندی بکنم، اهمیت دوره پادفک همیشه بالا بوده، چه از این نظر که شما میاید به زبان روسی توی کشور روسیه، مخصوصا پادفک حضوری، پادفک آنلاین هم من پیشنهاد نمی‌کنم. میاید توی روسیه، توی جو اینجا زبان روسی رو یاد میگیرید، دروس زیست و شیمی رو بهتون یاد میدن. این خودش شما رو آماده میکنه برای آزمون دانشگاه‌ها. به علاوه این شما وقتی که حضور دارید تو روسیه دستتون بازه، میتونید اون دانشگاهایی که میخواید برید آزمون حضوریش رو بدید. بچه‌هایی که بخوام با ویزای توریستی بیان، اینها هم مشکل خواهند داشت. ویزای توریستی مدت مشخصی داره و آزمون همه دانشگاه‌ها توی یه زمان نیست. ددلاین‌ها با هم فرق میکنه. ممکنه یه دانشگاهی امتحانش امروز باشه، دانشگاه دیگه 1.5 ماه دیگه باشه. همه اینا رو شما باید در نظر بگیرید و باز هم تأکید میکنم اومدن و تحصیل دوره پادفک همه جوره به نفع دانشجویی که میخواد توی روسیه تحصیل بکنه. اگه شما نمیخوای هزینه بکنی برای پادفک، اگه به نظرت یک چیز هزینه در واقع غیر ضروریه و دلت نمیخواد زبان روسی یاد بگیری، من بهت پیشنهاد میکنم بری کشور دیگه تحصیل کنی. اگه میخوای روسیه بیای درس بخونی و برات مشکل ایجاد نشه، شما به نظر من باید دوره پادفک رو بگذرونی. حالا چاره کار چیه؟ اینجا 2 مورد مهم میمونه که باید بهشون اشاره بکنم. مورد اول اینه که آیا قرار همه دانشگاه‌های روسیه آزمونشون حضوری بشه؟ این قطعیه یا چجوری است؟ در جواب این سوال باید بگم که نه. همه دانشگاه‌ها قطعاً آزمونشون حضوری نمیشه، یا اگر هم بشه خیلی از دانشگاه‌ها ممکنه همچنان اون مرحله آنلاین رو داشته باشه. ولی باید اینجا به این نکته توجه بکنید. اول اینکه خیلی از دانشگاه‌های معتبر قطعاً آزمونشون حضوری میشه، آزمون آنلاین رو به احتمال زیاد کلاً حذف می‌کنه. و گزینه دوم این که اون دانشگاه‌هایی هم که هم حضوری هم آنلاین داشته باشن، همونطور که در مورد دانشگاه پاولوف گفتم، اینها بازم میان بیشتر ظرفیت رو به بچه‌ای که آزمون حضوری دادن اختصاص میدن. ولی در کل شما بخواید نگاه بکنید،
اگر هم با وجود این که همه دانشگاه‌ها آزمونشون حضوری نمیشه، شما قدرت انتخابتون و گزینه‌هاتون خیلی میاد پایین. اگر شما الان بر فرض مثال توی روسیه 200 تا گزینه و آپشن داری برای ورود به دانشگاه‌های پزشکی، در صورتی که آزمون‌ها حضوری بشه این 200 تا ممکنه به 50 تا کاهش پیدا بکنه. اگه شما بخوای دانشگاه مورد تایید ایران فقط درس بخونی که اصلا خیلی خیلی پایین‌تر میاد، شاید به 5-6 تا یا حتی به 2-3 تا کاهش پیدا بکنه، چون دانشگاه مورد تایید ایران تعدادشون خیلی محدودتره. سوال دومی که اینجا باقی میمونه اینه که راه حل چیه؟ حالا اون بچه‌هایی که گول خوردن، توی گروه‌ها گمراهشون کردن، بهشون اشتباه توصیه کردن، آیا امسال کلا از دست دادن، باید بمونن برای سال بعد یا چیکار میشه کرد؟ اینجا باید بگم بچه‌ها هنوز فرصت دارن برای پذیرش دوره پادفک. امسال بیان، حالا که برای امسال ورودی کورس اصلی رو از دست میدن، امسال بیان و دوره پادفک ثبت نام بکنن، امسال پادفک بخونن، برای سال بعد میتونن امتحان ورودی دانشگاه‌های حالا مورد تایید ایران یا غیر تایید ایران رو شرکت بکنن. حالا چرا دارم اینو میگم؟ چون همین امسال هم خیلی از دانشگاه‌ها هنوز آزمونشون آنلاین هستش. دلیلش اینه که اگر شما دانش زبان روسی نداری و الانم که من به عنوان شخصی که خودمون امسال برای خیلی از بچه‌ها پذیرش گرفتیم برای دانشگاه روسیه، ما به عنوان مثال ظرفیتامون برای امسال پر شده و شاید 1-2 تا دانشگاه هنوز پذیرش پزشکی داشته باشیم. بقیه بچه‌هایی که بخوان امسال حتی آنلاین هم شرکت بکنن، اینها مخصوصا اگه پادفک نخوندن و مدرک زبان روسی ندارن و روسی بلد نیستن، واقعاً براشون کار توی آزمون دشوار خواهد، مگر اینکه روی ببرن به سمت تقلب و به سمت اینکه استاد گرفته بشه براشون، برای آزمونشون بهشون کمک بشه، که این هم دوباره تقریباً به جرئت میگم به اندازه شهریه یک دانشگاه پادفک متوسط شما باید بدید که توی آزمون ورودی بهتون کمک بشه، و این هم هیچ وقت قطعی نیست قبولیش، چون آزمون هر اتفاقی ممکنه توش پیش بیاد. خب دیگه بیش از این نمیخوایم این ویدیو رو طولانی بکنیم. تا جایی که تونستم سعی کردم تأکید بکنم که ببینید همین الانم هم خیلی‌ها شاید بیان کامنت بذارن بر علیه صحبتایی که من کردم. خیلی‌ها همچنان میگن که پادفک ضروری نیست. من به عنوان کسی که چندین سال تجربه دارم در زندگی توی کشور روسیه و گرفتن پذیرش برای دانشجوهای مختلف، من برای راحت شدن کار شما دانشجو و اینکه هزینه‌ات کمتر بشه، پذیرشت راحت‌تر بشه، بهت توصیه میکنم اگر مقصدت کشور روسیه هست برای تحصیل، شما دوره پادفک رو بگذرونید. این هزینه‌ای که میکنید برای دوره پادفک همه جوره به نفع شماست. اگر نمیخوای و پادفک رو یک چیز اضافی میدونی، میخوای انگلیسی تحصیل بکنی که پیشنهاد نمیکنم تحصیل انگلیسی رو تو روسیه، شما بهتره بری دانشگاه و کشور دیگه رو انتخاب کنی که خب مسلما کشورهای دیگه روند پذیرش‌هاشون فرق میکنه، شهریه‌هاشون بیشتره و شرایط خاص خودشون دارن. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم که توی اون دانشگاهی که میخواید بتونید پذیرش بگیرید. تا ویدیو بعد، پاکا، خدا نگهدار.